دوستان عزیز، یادآور میشم که برنامه فضا است و در برنامه امروزه فضا هنرمندان از تئاتر دولتی دراموی موسیقوی به نام توفه فاضلوی شهر کنیبادام حضور دارند و چنانکه که دیدید یک صحبت خیلی جالب در اینجا جریان دارد و فرهاد حالا برای ما یک ترانه زیبا می‌سراید. این سروده که از میخوانم از نمایشنامه بازیچه ها است. چخیلی که اگر تماشا کردگی باشید در یوتیوب کانالی تئاتر کنیبادام هست. در اونجا نمین پرابلمی بچه هایی که کودکایی که از نوازش پدر مادر دور گشتند، از نمین پرابلمی دارند که در خانهشان هر شام و روز جنگ و جدال است و خیلی نافهمی های بسیار است. از نامی همون گونه اویله و بچه ها ما اینا بندوبست کردیم و با آهنگ دروردیم. خستم من زی دستی جنگ و جدال، خستم من زی دستی درد و ملال، غصه برداشتن نمیتونم، در تنم نیست دیگر زور و مجال، در تنم نیست دیگر زور و مجال. کاش دادا مهربان باشن، مادرم نیز در امان باشن، جنگ ها دور باد از این خانه، هر دو خوشبخت این جهان باشن، جنگ ها دور باد از این خانه. کاش دادا مهربان باشن، مادرم نیز در امان باشند، جنگ ها دور باد از این خانه، هر دو خوش بخت این جهان باشن. ای خدا لطف کن به مادر من، بر لبانش تبسم آور، ناله کودکی بیچاره شنو، از همین خانه غم و درد ببر.